سلام بچه های مهربانم، نبیرگان شیرینم. و فرصت دیدار که فرا رسید، من امروز باز برای نقل افسانه آمدم. پیش از آغاز افسانه در اجرای خواننده مکتب چون عنعنه شعر شنوید. مرحمت. من دخترکی بازیگر هستم، در شاخ درخت ارغنچک بستم. ارغنچکی من بلند می پرد، مرا به آسمان بلند می برد. ارغنچکی من پرو پرو پر، مرا به آسمان برو برو بر. آفرین نبیره شیرینم، خیلی شعری خوب بود. و اینک می گذاریم به نقل افسانه. افسانه امروزه من حکم بچه واجب نام دارد. در یک زمان، در یک مکان، در یک مملکتی دور پادشاه زندگی می کرد. پادشاه خود را خیلی زور حساب می نمود و به همه خود را تعریف می کرد. روزی از روزها به خانه پادشاه یکی از دوستانش به مهمانی می آید. پادشاه با مهمانش نشسته صحبت کردن استاده بود که در میان صحبت می گوید: ای دوستم، من خیلی پادشاهی زور می باشم. از من دیده زورتر پادشاه در عالم نبودگیست. دوستش می گوید: ای پادشاهی عالم، البته شما خیلی زور می باشید، ولی از شما دیده زورتر هم کسی هست. پادشاه حیران می شود و می پرسد که از من زورتر کیست؟ دوست پادشاه پسرچه از همه خورد پادشاه را می آورد و به نزد پادشاه می نشیند. از بین کمی وقت می گذرد. پسرچه پادشاه: دادا آب می نوشم می گوید. پادشاه از جایش خسته به پسرچهش آب می دهد و باز از میان فرصت می گذرد. پسرچهش: دادا جان شیر می نوشم می گوید. پادشاه از جایش تخته می خیزد و به پسرچهش شیر آورده می دهد و باز از میانه کمی وقت می گذرد. پسرچه می گوید: دادا جان شیر را با آب همراه کرده دهید. پادشاه شیر را با آب همراه می کند و آمیخته به پسرک می دهد. فرصت نگذشته پسرک می گوید: دادا جان اکنون شیر را از آب جدا کرده دهید. پادشاه در غضب می شود. آخر چخیر شیر را از آب جدا کرده می شود؟ مگر این خیلی ممکن است؟ دوست پادشاه می خندد و می گوید: دوستم، از شما زورتر آدم بوده است؟ پادشاه نیز می خندد: بله، از من زورتر آدم بوده است که این بچه خرد می باشد. حکم بچه خرد از پادشاه واجبتر بوده است. انا دیدید بچه های شیرینم، هر یک شمایان برای پدر و مادر، برای بابا جان و بیبی جان چون پادشاه می باشید. آنها هر یک گفته های شمایان را به چون و چرا اجرا می کنند. ولی عزیزکانم، شمایان نیز باید که جواباً به پدر و مادر، به بابا جان و بیبی جان همه وقت دستیاری درست نمایید. از گفته هایشان بیرون نبرایید. پند و نصیحت هایشان را گوش دارید. انا همان وقت شمایان آدمی با مدنیت، با ترتیب، با تربیه شده به وایه می رسید. اکنون به خوابی براحت روید. من باشم به همه شمایان خواب شیرین آرزو می کنم و تا نوبت آینده و تا افسانه آینده خیر می گویم.